در گذشته نیاگان تاجیک با باوری سالی نیک آمدن، فراوانی و دوستی و دوستداری همدیگر مراسم‌های تا نوروز را اجرا می‌نمودند. خصوصاً یکی از این مراسم‌ها این چهارشنبه سوری بود که با گذشت تاریخ شکل و اجرایش خود را تا اندازه دگرگون و معاصر کرده است. این مراسم چهارشنبه آخران که آن را چهارشنبه سروگ نیز می‌نامند، در چهارشنبه آخری سال گذرانیده می‌شد. برابر مراسم‌های دیگر مراسم چهارشنبه سوری است یا که مراسم علاپرک، یعنی که چهارشنبه آخری گفتیم سال خب خورشیدی، مردم علل خصوص جوانان در کوچه ها، در گذرها، در چهارراه ها گلخن افروخته از بالای گلخن 3 مرتبه می جهیدند که در بعضی جایها می گویند در 3 مرتبه می پریدند و می گفتند سرخی و خرمی تو از من، زردی و رنجوری من از تو. زردی این معمولی است که در کوهستان تاجیکستان زمستان طولانی بود، مردم از سردی زیاد، البته از بیماری هایی که بود که در اون وقتا مثلا دارو و دواهای زیاد نبود، اذیت میکشیدند. وسیله گرمایدهی هم چندان فعال نبود، مثلا قوه برق نبود، حتی سوزشواری هم به قدری کافی نمیرسید. آنها از سردی و از زمستان طولانی اذیت میکشیدند و خرسندی میکردند که الکی قوه های گرمی بر سردی الکی غالب اومد و به همین واسطه دلخوشی میکردند. یعنی آنها قبل از نوروز 3 چهارشنبه پیشتر در روز چهارشنبه مخصوص آنها گلخن می‌افروختند. البته در اصلا سری چهارراه این کارو میکردند، زیرا که مردم در اونجا بسیارتر جمع میشد و 3 گلخن می‌افروختند و بنابراین از بالای 3 گلخن میجهیدند و هدف هم این چیزی معمولی بود، یعنی آنها به این آتش توسط آتش گناه خود را میسوزانیدند و دعا میکردند که تمامی بدی و تمامی آن قوه هایی که با آنها در طول زمستان سرما تاثیر کرده بود در آتش سوخته شود و در نوروز اینا با آنها نیروی تازه عطا کند. طبق باورها جهیدن از بالای گلخن در این مراسم 3 مرتبه انجام می شود. مرتبه اول از بالای گلخن آدمان با نوبت جهیده می گذشتند. مرتبه دوم باشد از آن طرف باز جهیده بر می گشتند. مرتبه سوم جهیده می رفتند و سپس به قفایشان نگاه نکرده می آمدند. وقتی که همین از بالای آتش می جهیدند، مردم باور داشتند بر آن که آتش آنها را از بیماری، از رنجوری، از مصیبت و از بدبختی دور انداخته تا سال دیگر آنها خوش و خرم و با نیت‌های نیک عمر به سر میبرند. در عصر گذشته همین گونه مراسم در استرافشان و خوجند و سمرقند و بخارا و دیگر شهرهای تاجیکان زیاد مشاهده میشد. چهارشنبه سوری یا که علاپرک در بین مردم تاجیکستان تا امروز محفوظ است. ولی که اکنون بارها تاکید میکنیم که جهانی شوی، گلوبالیزاسیا، برخورد تمدن ها حالتی هست که بسیاری از مراسم های ملی ما رو از بین برده شده است و خوشبختانه با ابتکار پیشوای معظم ملت جناب عالی محترم امام رحمان آیین ها و سنت های تاریخی ملت ما اثر نو احیا گردیده ایستادند. فولکلور شناسان ما، پژوهندگان و عالمان که به
خب به ادبیات گفتاری و ادبیات خلق سر و کار دارند، بواسطه در این بابت مقاله های جداگانه، کتاب ها و فکر و اندیشه های خود را در اثرهای علاهیده پیشنهاد میکنند. солҳои охир ин маросимро то андозае дар баъзе аз минтақаҳо пеш аз наврӯз бо рӯшан кардани оташ дар ҳар шаклу навъе ба иҷро мерасонанд. дар баъзан минтақаҳо ҳангоми иҷрои ин маросим шеъру суруду таронаҳои мардумӣ суруда мешуд ва умеди соли тансиҳативу покиву нуру гармиро мекарданд.